سلام بینندگان گرامی، این لحظه برنامه اطلاعاتی کریمینالی اخبار وزارت کارهای داخلی که بازگو از وضع جنایتی یک هفته اخیر کشور است توسط تلویزیون تاجیکستان منظورتان می‌گردد. در استودیو با شما ما رخسار تولازاده. متوجه باشید به سرخط برنامه امروزه. جوانزنی که دوست داشته‌اش را آتش زد بازداشت گردید. بس فریب گفتم تو که فریب میکنی همین تا گفتم میگم که اک بس ایس نگاه کوکی همین خلاص همین گریان کردم زشگال کرد که الله دوید بسیشه. دریافت دو جسد از دهه خرنگان و بازداشت گمانبران. حالتی که یکم باره که با سفر دنیا امی زمیره خان رو همه جا آوردگی بودیم. در همه جا 2 سال و 8 ماه تا حال مقصد زمیره ماه رو نیافته بودند. یگان کس این غار رو ندیدگی بود و همه جا هیچ کی نمیدونست. همه جا آورده پاختن که ایش هم نمیدونست کی. این و دیگر خبرهای جنایتی در نشر نوبتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی.